منابع رادیو آزادی روز 7 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 4 مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مأمور میلیسا کشته شدند. از این پیش مقامات تنها درباره هلاکت یک مرزبان و یک مأمور میلیسا گزارش داده بودند. تا این لحظه به ما دست داد که نام 2 مرزبان دیگری کشته شده را پیدا کنیم. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. جسد دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهر کانیبادام ولایت سوغد دفن کردند. مظفر مختاروف یاور رئیس شهر کانیبادام در صحبت با رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک داشتند. سرباز حافظ حسنوف را در زادگاه جماعت فرابی پنجکین به خاک سپردند. امانقل امرایف رئیس جماعت فرابی پنجکین گفت حسنوف بهار امسال به ارتش دعوت شده بود. از این پیش مأمور میلیسا بهرام قاسم زاده را در ناحیه رودکی و مرزبان عزت الله لطیپوف را در دوشنبه دفن کردند.